حزب جمهوری اسلامی معبد من است، نه معبود من. حزب جمهوری اسلامی تنها چند روز بعد از انقلاب 57 و در 29 بهمن ماه توسط سید محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای و محمد جواد باهنر تأسیس شد. حزب جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف انقلاب 57 بنیانگذاری شده بود. این حزب از بزرگترین دشمنان گروه‌های چپگرا و مخالف بود و به همین دلیل بارها اعضای آن مورد سوء قصد و ترور واقع شدند. از بزرگترین دشمنان آنها میتوان به سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک‌های فدایی خلق و گروه فرقان اشاره کرد و مهمترین شخصی که در این ترورها به قتل رسید سید محمد بهشتی بود. سرانجام حزب جمهوری اسلامی به دستور مستقیم آیت الله خمینی در 11 خرداد ماه 1366 منحل شد. به نظرتون اگر این حزب هیچ وقت تشکیل نمیشد وضعیت ایران امروزه چگونه بود؟